انسانهای حسود، انسانهای عقده‌مندانه، انسانهای کوچک، انسانهای ضعیف همیشه تلاش میکنن که در وجود کسی نقطه ضعفی پیدا بکنن، دنبال ضعف دیگرانن، دنبال پیدا کردن عیبی برای دیگران هستند و اگر کسی خوبی کسی را نزد اونها بیان بکند ناراحت میشوند، زود عکس العمل نشان میدن. چرا؟ چون ظرفیت ندارن. و انسانهای بزرگ، انسانهای که دیدگاه وسیع دارن، استعداد عالی دارن، تواضع فروتنی دارن، ظرفیت بسیار عالی دارن، هم خودشان به خوبی دیگران اعتراف میکنن و هم قدرت شنیدن خوبی های دیگران را دارند. بیایید با هم این مثال ها را ببینیم از لحاظ قرآن و سنت. موسی علیه السلام یک پیامبر هست، اونم پیامبر اولوالعزم که از جانب الله تبارک و تعالی برش تورات نازل شده، ولکن با همین مقام و منزلت و جایگاهی که دارد، وقتی میبیند هارون برادرش یک ویژگی استثنایی دارد که موسی اون ویژگی را ندارد، یک خوبی در هارون است، یک نعمت خدا به هارون داده که او در موسی نیست. موسی اعتراف میکند برای بیان کردن خوبی برادرش. وقت الله سبحانه و تعالی دستور میده بروید فرعون را دعوت بکنید، اذهبا الی فرعون انه طغی، بروید به سوی فرعون که او سرکش شده، طغیان کرده، ادعای خدایی کرده. میدانید موسی چی میگه؟ و اخی هارون هو افصح منی لسانا، الله اکبر. یا رب، برادر من هارون به مراتب از نظر فصاحت به بلاغت از من بهتره. افصح منی صیغه مبالغه است. هارون خیلی از من فصیح تره، زبانش رسانه